салом дӯстони азиз, ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. имрӯз 15 январ аст ва ман шалогулхоҷа хабарҳои охирини Тоҷикистону ҷаҳонро манзуратон мекунам. аммо нахуст сархати мавзӯъҳо. ду парвоз дар як ҳафта бо иҷозати студияи мубориза бо коронавирус рафтуомади маъмулии ҳавоӣ миёни Душанбе ва Тошканд барқарор мешавад. соҳибкорони афғони муқими Тоҷикистон маҳсулоти худро дар Душанбе ба намоиш гузоштанд. دیگرها هم خبر باشند که افغان‌ها چنین چیزایی در تاجیکستان تولید میکنند. و مقامات توجیک بر این باورند که استفاده زمین‌های راهنمای مهاجران برای فریب نخوردن زادگان توجیکستان در روسیه کمک میکند. ما را برد یکوتی شهر الدن 740 کیلومتر دور. در جنگل ویداد یگان شرایط گفتگی اجاره نکرد. студияи муқобила бо коронавирус ба парвозҳои доимӣ байни Душанбе ва Тошканд иҷозат дод. Оҷонсияи авиатсияи шаҳрвандии Тоҷикистон мегӯяд, ин парвозҳо ҳар ҳафта рӯзҳои чоршанбе ва ҷумъа аз ҷониби ширкатҳои Ӯзбекистон ҳавои юларӣ ва Somon Air сурат мегиранд. ба эҳтимоли зиёд парвозҳо аз ҳафтаи оянда шурӯъ мешаванд. шаҳрвандоне ки марзи Ӯзбекистонро убур мекунанд, бояд аз ҳисоби худ аз санҷиши COVID-19 гузаранд. парвозҳо миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон бо сабаби пандемияи коронавирус аз моҳи марти соли 2020 қатъ шуда буд. моҳи ноябри соли гузашта раёсати созмони ҳамкориҳои Шанхай ба дасти Тоҷикистон гузашт. Тоҷикистон дар ин давраи раёсаташ, ки 1 сол идома мекунад, тасмим дорад барномаи мукаммали ҳамкориҳоро дар бахшҳои сиёсат, амният, иқтисод ва фарҳанг амалӣ намояд. дар ин бора имрӯз вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон зимни нишасти хабарие иттилоъ дод, ки барои Юсуфӣ низ онҷо ширкат дошт. خب برنامه را ادامه می‌دهیم. سفارت افغانستان در دوشنبه با تشکیل یک نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنعتی خواستند محصول دستی هموطنان خود در تاجیکستان را معرفی نمایند. در برابر این سفیر افغانستان در دوشنبه به خبرنگاران گفت با راه اندازی چنین نمایشگاه می‌خواهند به گروه طالبان پیام بدهند. ادامه را کوشش می‌کنیم در گزارش علیشیر ظریفی و امردین اولیموف تماشا کنیم. عوض از اینکه انفجار بتیم، انتحار بکنیم و انسانهای بیگناه را به قتل برسانیم، بیاین رو بیاریم به طرف نمایشگاه ها، به طرف تولیدات صنایع دستی، به طرف تولیدات زراعتی، تا در جامعه انسانی و برای مردم خود خدمت کرده بتانیم. این پیام سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در دوشنبه به گروه طالبان روانه شده است. سفارت افغانستان در تاجیکستان امروز با تشکیل نمایشگاه محصولات تاجران افغان مقیم دوشنبه خواست پیام صلح‌آور به جانب‌های گفت و شنید صلح برساند. در نمایشگاه محصولات تاجران افغان بیش از 40 انواع محصولات زراعتی و صنعتی به معرض عام گذاشته شد. مسئول بخش تجارت سفارت افغانستان در دوشنبه هدف‌های دیگر این نمایشگاه را شرح داد. این نمایشگاه چند هدف مشخص دارد. یکی به خاطر از سرگیری فعالیت‌های تجارتی تاجران افغانستان که بنابر شیوع کووید 19 در یک سال گذشته فعالیت‌ها کم شده بود. دوم معرفی مهاجرین افغانی که در بخش صنعت و صنایع دستی و تولیدات تجارتی کار در تاجیکستان کار میکنند. سوم معرفی محصولات زراعتی و صنایع دستی افغانستان در مارکت‌های تاجیکستان است. تلاش‌های سفارت افغانستان برای جلب توجه خریداری تاجیک به محصولات صاحبکارانش در حال است که در یک سال گذشته به علت پاندمیای کرونا ویروس گردش مال میان دو کشور حدود 10% کاهش یافته است. در سال 2019 صادرات افغانستان به تاجیکستان حدود 3.8 میلیون دلار بود و صادرات تاجیکستان به افغانستان بیشتر از 80 میلیون و شمول برق که قلم بزرگش برق است بیشتر از 50 میلیون دلار، قلم دومش که بزرگترین قلم است سمنت است که بیشتر از 15 تا 20 میلیون دلار میرسه و باقی مانده محصولات کشاورزی و سایر موادی که از تاجیکستان میروند. این دستدوزی‌های ملی افغانی در دوره پاندمی دوخته شدند. استحصال کنندگان این متاعها میگویند یک سال اخیر هرچند تجارت مالشان خوب نبود ولی تولید را قطع نکردند. نمایشگاه بر ما یک فرصت خوب است که کارهای خود ما به نمایش بگذاریم که
دیگرها هم خبر باشند که افغان‌ها چنین چیزایی در تاجیکستان تولید میکنند. حالا در تاجیکستان بیش از 100 شرکت مختلف افغانی فعالیت میکنند. دو کشور در بخش‌های مختلف از قبیل انرژتیکا، صنعت، کشاورزی، فرهنگ و امنیت همکاری دارند. و بینندگان عزیز، طور چند دقیقه پیش یادآور شدیم در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان امروز نشست خبری برگزار شد و حالا گزارش از آنجا پیشکشتان می شود. جشن 20مین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای به زمانی راست می‌آید که تاجیکستان رهبری دوره‌ای آن است. بنابراین مقامات تاجیکستان برنامه‌های برگزاری نشست جشنی این سازمان، فعالیت آن در طول یک سال رهبری و معرکه‌ها در این دوره را تهیه کرده است. هدف این برنامه‌ها را وزارت کارهای خارجی تاجیکستان تحکیم دوستی میان کشورهای عضو و رشد من بعده سازمان همکاری شانگهای عنوان کرد. هدف دیگر این نگهداری صلح، امنیت و ثبات در منطقه سازمان، گسترش همکاری‌ها در ساحه‌های تجارتی، اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری، تحکیم اعتبار و تقویت موقع و وسیع نمودن موقع بین المللی سازمان همکاری شانگهای، تکمیل زمینه شرطنامه‌ای حقوقی سازمان و نهایتاً توسعه ابزارهای همکاری. در زمان ریاست تاجیکستان در سازمان همکاری‌های شانگهای، سرود یا گیمن و رمز سال ریاست تاجیکستان در این سازمان تهیه شده برای تامین مالی سازمان بانک مخصوص آن تأسیس داده می شود. اینچنین تاجیکستان پیشنهاد دارد که در این دوره مسائل کاهش پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بیماری همگیری کووید 19 مطرح شود. زیاده از 100 چاره‌بینی‌های بین‌المللی و داخلی دولتی را به اعتبار می‌گیرم و در بر می‌گیرم و اکثریت آنها در جمهوری تاجیکستان برگزار می‌شوند. همه آن چاره‌بینی‌هایی که ریاست تاجیکستان در سازمان مذکور در بر گرفته است، این تصمیم جانب تاجیکستان است، پیشنهاد و تشبس‌های جانب تاجیکستان است. اکثر آنها عنعنوی در کشور رئیس کننده برگزار می‌شوند و اکثر و بعضی از آنها چیزی که گفتم چاره‌بینی‌های نو هستند. نوابسته از این همه آنها باید با دولت‌های میانی دولت‌های عضو سازمان موافقه شوند. تقویت همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در بخش فرهنگ، حفظ میراث تاریخ، سینما، برگزاری بازی‌های مشترک ورزشی از پیشنهادهای دیگر دوشنبه در زمان ریاستش در این سازمان است. در برنامه ریاست تاجیکستان همچنین برگزاری فستیوال غذاهای ملی کشورهای عضو سازمان در دوشنبه وارد شده است. همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای قرار است حضوری در ماه سپتامبر سال جاری برگزار شود. و عضویت سازمان همکاری‌های شانگهای چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شامل هستند. اکثر تحلیلگران این ائتلاف را وسیله سیاسی روسیه و چین می‌شمارند. آن در ابتدا با نام پنجگانه شانگهای تأسیس یافته، هدفش حل مشکلات مرزی بین چین و دولت‌های تازه استقلال شوروی پیشین بود و مساعدت کرد که این کشورها قسمی از قلمروهای خود را به چین دهند تا مسئله‌های دعواهای مرزی از بین رود. افغانستان، بلاروس، ایران و مغولستان در این سازمان موقع نظیر را داشته. ارمنستان، آذربایجان، کامبوجا، نپال، ترکیه و سریلانکا کشورهای مکالمه کننده شریک به شمار می‌روند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. بیننده عزیز، در برنامه گپ آزاد باشد این هفته همکاران ما یک موضوع داغ در جامعه تاجیکستان یعنی محلگرایی رو به بحث کشیدند. آیا این ظهورات وجود دارد و بیشتر در بین کدام قشر اهالی به مشاهده می رسد و از کدام راه می توان محلگرایی رو ریشه کن کرد؟ پاره از این برنامه رو با هم می بینیم. پرزیدنت کشور ما یکم خودش به محلگرایی خاتمه داده ایستاده است و به این کار از چندین سال باز ما مشغول هستیم و هم در گوییم که سطح فرهنگی، هم در سطح سیاسی و هم در سطح اقتصادی این مسئله را ما در سیاست حکومت تاجیکستان به حضور مشاهده میکنیم. ببینید جناب سفر گفتن که امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان توانست که این گرفتاری رو برکنار کنه یا برطرف کنه، از میان برداره. شما راضی هستید؟ نه متاسفانه کاش میبود، کاش میشد این کار کردن. متاسفانه در زمان حکومت جناب رحمانوف در تاجیکستان شایسته سالاری نیست، صداقت سالاری است.
یادرس میشویم که برنامه روز شنبه 16 январ ساعت 2:30 به وقت دوشنبه و ساعت 8:30 به وقت مسکو در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. برنامه خبری رو ادامه میدهم. باری نخست برای مهاجران کره تاجیک زمینه موبیلی راهنمای مهاجر تهیه شده است. خدمات مهاجرت تاجیکستان باور دارد که توسط این زمینه مهاجرانی که اساساً در روسیه هستند می توانند اکثر مشکلات خود را حل کنند. کارشناسان برینند مقامات تاجیک باید این گونه برنامه یاری رسانی موبیلی را کیها آماده میکردند. چرا از گزارشی برای یوسفی میفهمیم. خیلی اما کاش گفت که همین دوداری ما همین تماشینی که است. بختیار شوالیف ساکنی ناحیه واسه را آخری سال 2019 همراه با 10 نفر از مردکار بازار دوشنبه با وعده کار به منطقه یاقوتستانی روسیه بردند. او میگوید این وعده کار فریب و خلابی یک هموطنمان بوده است که آنها را طول چند ماه به معاش و غذا کار فرمودند. درختزنی میری اویلک 35,000 همه راست خود پول مولش ایخدم جای خواب خورد و خوراک میتم. ما را برد یاکوتیا شهر الدن 740 کیلومتر دور در جنگل روی داد. یگان شرایط گفتگی اجاره نکرد. عاقبت قرض قوله قطع گشته با تاجیکستان اومیم. هر سال صدها نفر مهاجر تاجیکستانی مثل بختیار به فریب گروه و نفران علاهیده افتیده در کشور مهاجرت مدتها اذیت میکشند. یک سببی به چنین حالت افتیدن مهاجران ندانستن قاعده و قانونهای مهاجرت در کشور بیگانه گفته می شود. با منظور این خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در همکاری با تشکیلات جمعیتی هیئت شفقت بار نخست سامانه و زمینای موبیلی راهنمای مهاجر را فعال کردند. زمینای موبیلی فراگیر مهمترین معلومات و اخبار برای مهاجران بوده از 3 قسم ترکیبی عبارت است: قبل از مهاجرت، در دوره مهاجرت و بعد از مهاجرت. همشه و لجن خودش اشکار میفهموند که در کدام حالت چیکار کنی باید چیکار نکنی و میخونی و خودت میفهمی کو. کارشناسان بخش مهاجرت بر اینند که تاجیکستان در بخش استفاده فناوری‌های رقمی در بخش مهاجرت از کشورهای همسایه در آسیای مرکزی خیلی دیر مانده است، ولی استفاده زمینه تلفنی راهنما برای مهاجران را قدمی پیشتر در این مورد می‌دانند. اون مهاجرانی که کمتر سواد دارند، کمتر با اینترنت سر و کار دارند، کمتر معلومات کافی دارند میتوانند استفاده برند. یعنی اونها معلومات رو نه از کوچه میگیرند، نه از کوچه‌های مسکو میگیرند یا از همشهران میگیرند، بلکه خودشون با چشم خودشون میبینند، میخونند، ملاحظه میکنند، بعد یک خلاصه میبینند. همگی با یک بار رایگان بارگیری نمودن زمینه موبیلی مهاجر میتواند آن را در تمام روند مهاجرت استفاده برد، زیرا آن عوض کننده بوکلت و ورقه‌های تبلیغاتی، کتابچه‌ها و شرح قانون‌های به این سمت تعلق داشته میباشد. بعد از باز شدن مرزها و عازم مهاجرت کاری شدن صدها هزار شهروندان تاجیکستان، این زمینه موبیلی میتواند راهنمای مفید به هنگام سفر به کشور قبولی مهاجران باشد. با در نظر داشت کشور اصلی قبول کننده مهاجران کاری از تاجیکستان بودن روسیه، در این زمینه کلیه تغییرات در قانونگذاری این کشور برای مهاجران ذکر شده است. همزمان توسط این زمینه مهاجران در محل اقامت و کار خود در روسیه می توانند با مسئولین نمایندگی‌های دیپلماتی تاجیکستان و خدمات مهاجرت کشور در تماس دائمی باشند. و مقامات ازبکستان سر و صداها درباره رخنه شدن و بمبار غیرحکومتی تاجیکستان را به اساس خوانده از ساکنان این کشور دعوت کردند به تعلق دادن نشوند. خبر آوازه‌های رخنه شدن و بمبار غیرحکومتی یک روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی باعث به تعلق افتیدن ساکنان ولایت سیردریای ازبکستان شده است. رسانه‌های ازبکستان می‌نویسند برخی از ساکنان این منطقه حتی از ترس زیر آب ماندن خانه‌های خود را ترک کردند. بینندگان عزیز، برنامه امروز رو با همین خبر خلاصه میکنیم. سپاس که تا آخر برنامه ما رو تماشا کردید. تا صحبت بعدی چون همیشه میتونید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. امیدوارم که روزهای استراحت رو خوب سپری خواهید کرد و در هفته نو باز ملاقات میکنیم. خود رو احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک.